فردا از آن کسانی است که صدای پای آن را میشنوند. تشریح هزینه بالاسری پروژه و اجزای تشکیل دهنده آن. در این پست ویدئویی به تشریح هزینه بالاسری پروژه و اجزای تشکیل دهنده آن میپردازیم. در یک تعریف کلی باید گفت هزینه بالاسری شامل هزینه هایی است که برای انجام عملیات اجرایی لازم می باشد، ولی نمی توان این هزینه را به یک فعالیت خاص تخصیص داد و در آنالیز قیمت آن فعالیت وارد کرد. در یک دسته‌بندی کلی هزینه بالاسری را به دو دسته هزینه تقسیم می کنیم. اول هزینه بالاسری عمومی که شامل مجموع هزینه هایی می شود که نمی توان آن را به یک پروژه خاص متعلق دانست. این هزینه ها مربوط به عملیات انجام شده در دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری بوده و به همین دلیل به آن هزینه های دفتر مرکزی می گویند. البته این هزینه ها را می توان به صورت تخمینی و با توجه به مبلغ پروژه ها بین تمام پروژه های جاری در شرکت تسهیم کرد. دوم هزینه بالاسری کار است. این هزینه ها مختص به یک پروژه خاص بوده و در ردیف مالی حسابداری به اون پروژه تخصیص داده می شود. هزینه بالاسری کار را باید به 6 زیر مجموعه تقسیم کرد. 1. هزینه های سرمایه گذاری که شامل هزینه های تنخواه در گردش پیمانکار است. این هزینه ها با توجه به وجود پیش پرداخت نزد پیمانکار محاسبه می شود. هزینه های دیگری که در این دسته قرار می گیرد شامل هزینه های ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ضبط شده نزد کارفرماست. 2. هزینه ضمانتنامه ها، هزینه هایی که برای تنظیم و تمدید ضمانتنامه های انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار توسط پیمانکار پرداخت می گردد. 3. سود پیمانکار و 4. هزینه مالیات. این هزینه تا تاریخ 31/4/94 و مستند به ماده 104 قانون مالیات های مستقیم 5% مبلغ پیمان بوده است که بر اساس تبصره 4 همان ماده کارفرما مکلف بوده از صورت وضعیت های پیمانکار کسب نماید، ولی به موجب بند 25 ماده واحد قانون اصلاح قانون‌های مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/94 ماده 104 قانون و تبصره‌های آن حذف شد و از آن تاریخ مستند به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم 25% سود حاصل از پروژه‌ها ملاک محاسبه مالیاتی قرار می‌گیرد و کارفرما هیچ گونه وظیفه‌ای در قبال پرداخت این مالیات و کسر از صورت وضعیت نخواهد داشت و در انتهای سال مالی پیمانکار میماند و مأمور مالیاتی. به طور نرم سود پیمانکاری در محاسبه هزینه بالاسری 8% در نظر گرفته می شود. بنابراین در محاسبه این هزینه بایستی 2% به هزینه مالیاتی تخصیص داده شود. 5. هزینه بیمه. در طرح‌های عمرانی این هزینه 1.67% مبلغ پیمان و در طرح‌های غیر عمرانی 7.78% مبلغ پیمان بایستی توسط پیمانکار در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. 6. هزینه مستمر کارگاهی. این هزینه ها شامل هزینه نیروی انسانی، هزینه مسافرت مدیران و کارکنان دفتر مرکزی، هزینه تهیه مدارک، هزینه غذا و پذیرایی کارگاهی و هزینه های پست، مخابرات و ارتباطات خواهد شد. در مقدمه فهارس بهای سازمان برنامه بودجه این ضرایب مشخص گردیده است و در 4 گروه تقسیم بندی شده است. اگر پروژه طرح عمرانی باشد که به صورت مناقصه واگذار گردیده، این ضریب 1.30 خواهد بود. ولی اگر به صورت ترک تشریفات مناقصه پروژه واگذار گردد، این عدد به 1.20 تقلیل می‌یابد. برای پروژه های غیر عمرانی که با برگزاری مناقصه پیمانکار برنده مشخص می شود، این ضریب 1.41 است.
و باز اگر پیمانکار بدون برگزاری مناقصه تعیین گردد، این عدد برابر 1 - خواهد بود. نحوه شکست ضریب بالاسری در قراردادهای احداث در جدول نمایش داده شده و در این صفحه قابل مشاهده است. تمامی اعداد ذکر شده در این صفحه دارای پایه محاسباتی بوده که طریقه محاسبه آن در کتاب 2 جلدی جنگ اول و صلح آخر به تفصیل توضیح داده شده است. فقط به یاد داشته باشید که برای محاسبه ضریب بالاسری بایستی بعد از به دست آوردن مجموع ضرایب از فرمول نگارش شده در ذیل صفحه استفاده کنیم. این ضرایب به طرق دیگر نیز قابل تقسیم هستند. این تقسیم بر اساس تأثیر زمان بر هزینه بالاسری صورت می‌گیرد. اگر هزینه ها با افزایش زمان پروژه ثابت بمانند، به آن هزینه بالاسری ثابت می‌گوییم که شامل هزینه بیمه، سود پیمانکاری و هزینه مالیات بر سود می‌شود. برای تشریح موضوع، اگر یک پروژه 1 ساله 2 سال طول بکشد، با فرض ثابت بودن مبلغ پیمان، این 3 آیتم برای پیمانکار ثابت خواهد بود. ولی در نقطه مقابل هزینه هایی هستند که با افزایش زمان پروژه افزایش می‌یابند. این هزینه ها شامل هزینه تمدید ضمانتنامه، هزینه بالاسری عمومی، هزینه بالاسری کار و هزینه سرمایه گذاری می شود. اگر بخوایم خیلی ساده این مسئله را تشریح نماییم، در صورت افزایش زمان پروژه به میزان 1 سال، مسلماً پیمانکار باید ضمانتنامه های خود را تمدید نماید یا حقوق پرسنل خود را چه در دفتر مرکزی چه در کارگاه پرداخت نماید و قطعاً هزینه غذای آنان را نیز باید تقبل کند. ولی چرا ما این تقسیم بندی دوگانه را انجام دادیم؟ یک دلیل ساده و آن اینکه اگر تطویل زمان پروژه خارج از قصور پیمانکار باشد، قطعاً پیمانکار میتواند این هزینه‌های متغیر را مطالبه کند. در نقطه انتهایی این پست ویدئویی به 3 نکته حائز اهمیت در برآورد هزینه بالاسری اشاره می‌کنیم. نکته اول، به خاطر داشته باشیم که هزینه‌های دفتر مرکزی و هزینه‌های مستمر کارگاهی به نحوه اداره پروژه به تعداد پروژه و میزان بلوغ سازمان یک شرکت و گرید ساختار پیمانکاری وابسته است. به طور مثال، وجود 3 پروژه در یک شرکت پیمانکاری مسلماً هزینه بالاسری دفتر مرکزی را برای هر پروژه کاهش می‌دهد. یا در مثال دیگر، شرکت پیمانکاری با گرید بالاتر قطعاً هزینه بالاسری بیشتری خواهد داشت. نکته دوم، پیمانکاران می توانند در مناقصه تا سقف 10% برای هزینه بالاسری به کارفرمای خود تخفیف دهند و البته در این حالت باید بر اساس فرمت نشان داده شده در صفحه نمایش نحوه آنالیز ضریب بالاسری را برای کارفرمای خود توجیه نمایند. به طور مثال، اگر در یک طرح عمرانی ضریب بالاسری 1/30 است، پیمانکار می تواند این عدد را تا 1/17 تقلیل دهد. نکته سوم، اشاره به پرداخت هزینه‌های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری از طرف کارفرما در طرح‌های عمرانی دارد و به همین دلیل است که این ضریب در طرح‌های عمرانی نسبت به طرح‌های غیر عمرانی کمتر می شود. پس تمام موارد گفته شده به هیچ عنوان قابل مطالبه از طرف کارفرما نمی باشد. دانش برای همگان در دسترس است، اما برای همه قابل استفاده نیست. کلید حل این موضوع در تبدیل دانش به آگاهی است و راه رسیدن به آگاهی تدبیر است. افراتدبیر آرامیس.